اولین باری که یه هدف واقعاً و تنها برای خودم مشخص کردم این بود که دلم میخواد زندگیم تغییر کنه. نمیدونستم زندگیم قراره چه شکلی باشه و نمیدونستم که آیا اصلا امکانش وجود داره. اصلا نمیدونستم چطوری قراره تغییر کنه. اتفاقاً برعکس خودم رو به شدت محصور میدیدم توی اون موقعیتی که توش قرار داشتم. توی اون برهه اصلا جرئت نداشتم تصور کنم که دلم میخواد زندگیم چه شکلی باشه، چون اون چیزی که من تو اعماق رویاها مخفیانه دلم میخواست خیلی ترسناک بود و با تمام ارزشایی که تا اون روز تو زندگیم ساخته بودم حتی تضاد داشت. نه فقط یه چیزو میدونستم از ته وجودم، از اعماق قلبم، و اون این بود که این وضعیت باید تغییر کنه. میدونستم من اونجایی که دلم میخواد توی زندگیم باشم نیستم. از خودم پرسیدم آیا مونا واقعا میخوای زندگی تغییر کنه؟ حتی تصورش هم ترسناک بود، چون میتونست تغییر کنه و تبدیل بشه به یه چیزی که حتی بدتره. اما من میخواستم تغییر کنه. از خودم پرسیدم آیا آماده‌ای که هر کاری که لازمه برای تغییرش انجام بدی؟ راستش آماده نبودم، ولی با ترس گفتم آره.